اگه تو وضعیت الان بازار داری میفروشی، خواهشاً این پست‌ها نبین. برو اکسپلور ببین، چیزای باحال‌تر و خنده‌دارتری هم هستش. دقیقاً مثل این ویدیو که ترند شده. آدم میمونه چی بگه. یعنی دمتون گرم، عجب آهنگی ترند کردیم. و اما صحبت اصلیه. ببین توی فروش چند تا کار باید انجام بدی، اصلا جزء بایدهای کارت باید باشه. خب هر صبح که بیدار میشی توی اینستاگرام، توی استوری یا ریل ها باید یه سری کارا انجام بدی. اگر این کارا رو انجام بدی به اون نتیجه که دلت میخواد نزدیک میشی. 100% نمیرسی ها. ببین نزدیک میشی. اولین کاری که باید انجام بدی اعتماد سازیه. یعنی منو مخاطب بدونم اونور پیج کیه که داره واسه من استوری و پست میذاره. دومین کار اینکه چرا باید اون محصول از تو بخرم، چرا نرم سر وقت رقیبات. یه دلیلی واسه من مخاطب باید داشته باشی. سومین کار ارزش گذاری کردی واسه من مخاطب، یا فقط به فکر فروختنی؟ یعنی میگه آقا من فقط بفروشم، سود بکنم، دیگه تمام، من دیگه چیز دیگه نمیخوام. اینو تو باید به من جواب بدی، نه من به تو. و اگرم راجع به اینا هیچی نمیدونم، آقا من نمیدونم، صادقانه میدونم بعد کاری انجام بدم ولی نمیدونم از کجا باید شروع بکنم، همین الان کلمه دوره همی رو واسه من اینجا بنویس. یه متنی برات ارسال میشه، اون متن با دقت بخون و اگر به دردت خورد حتما توی دایرکت به بگو. ممنونم که وقت با ارزش تو برای من گذاشتی و امیدوارم که صحبتی که انجام داده باشم به درد کسب و کارت بخوره. من علی اسماعیلی هستم، مدرس فروش. کاری با کسب و کارت میکنم یه مقدار به قول گفتن جوندار بشه و فرایند جوندار شدن باید توی زمان باشه. یعنی با 2 هفته و 3 هفته و 1 ماه اتفاق نمیفته، ولی کاری میکنیم واسه 5 ماه دیگه نتیجه خیلی خوبی توی کسب و کارت بگیری. ممنون که وقت با ارزش تو برای من گذاشتی. قدردانتم.